بوکس یکی از محبوب ترین ورزش های جهان است. ما اینجاییم تا یکی از محبوب ترین و بی‌رحم‌ترین بوکسور جهان رو بهتون معرفی کنیم. اون کسی نیست جز مایک تایسون یکی از موفق ترین بوکسور تاریخ است. او در 3 ژوئن 1996 در نیویورک به دنیا آمد. تایسون به دلیل مشکلات خانوادگی در نوجوانی وارد دنیای جرم شد و چندین بار دستگیر شد. تایسون تو سن 13 سالگی به اصلاح تربیت فرستاده شد و استعداد مایک تایسون توسط یکی از مربیان به نام بابی استوارت کشف شد و تایسون وارد دنیای بوکس شد و به سرعت پیشرفت کرد و تو سال 1986 تو سن 20 سالگی تبدیل به جوانترین قهرمان سنگین وزن جهان شد و زندگی تایسون پر از جنجال بود. او در سال 1992 به جرم تجاوز جنسی به 6 سال زندان محکوم شد و بعد از آزادی به دنیای بوکس بازگشت و موفق‌ترین بوکسور جهان شد و بعد از سالها بازنشستگی به دنیای بوکس بازگشت و با جک پال مسابقه داد که مایک تایسون افسانه‌ای با اختلاف 2 تا باخت و طرفداران بوکس میگویند مسابقه بعدی تایسون با لوگان پاول است. لوگان پاول صمیمی‌ترین رفیق جک پاوله. به نظر شما تایسون لوگان پاول رو میزنه یا که نه؟